همش که نباس از بدبختی های نظام بگم آی دکتر. دیدین که ظریف بی خبر و بی هوا رفت و برگشت از سفر نگرفتنه؟ من نمیدونم تو چه مجری استراتژیکی هستی که اول برنامه اینجوری از خودی تلفات سنگین میگیری. هنوز داور سود نزده، بازی رو که شروع میکنی هیچ یه گلم میزنی به خودی. اینا که دکتر درسته که این هر جا قدم گذاشت بر علیهش تظاهرات میکنن و آبرویی برای نظام نذاشه. درسته که کش کم کف دست مقام عظما نذاشت، اما با هر بدبختی که بود این که سالم برگشت کم نیست. میخواستم شما هم مثبت نگاه کنید. تو کلاش بگی با این مثبت نگاه کردنت. این که نگرفتنش که مثبت نیست که. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودم مشنگه داشت راه میرفت، کفتره از بالا گلاب زد کامل به لباس نوش. اینم اومد مثبت نگاه کنه عین تو. گفت خدا رو شکر که گاوا پرواز نمیکنن. فهمیدم روشن شد یا برفستم زیر گاو؟ فهمیدم، ولی اگه گاوا پروازم میکردن نمیتونستن گلاب اینقدری بزنن که تو کنفرانس مطبوعاتی بگن ما دعوتش نکرده بودیم، خودش بلند شده هلک هلک اومده. آره مرحوم عبوی همیشه میفهمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه تو مهمونی دور و از دست همه در آورده بود، حالا نه رقص کی برقص، داشت خودشو میکش. بهش گفتن شما رو کی دعوت کرده اینجا؟ گفت من از فامیلای دامادم. دستش گرفتن در حالی که داشتن با اردنگی مینداختنش بیرون. گفتن مشنگ اینجا جشن تولده. آیه دکتر ظریف گفت که ترامپ 4 سال دیگه هم میاد رو کار. این که خیلی بدبختیه. مقام عظما همه امیدش این بود که ترکیب کاخ سفید عوض بشه، شاید یه فرجی بشه. با این حرف یعنی باید 4 سال دیگه تو همین بدبختیه باشی؟ نخه من نمیدونم این چه حرف مزخرفی که انداختن تو دهن تو. آخش خیالم راحت شد. همش میترسیدم شما هم بگین حق با ظریفه و اونا 4 سال دیگه هم هستن. چه کسی میدونه آخه که تا 4 سال دیگه اونا هستن یا نیستن؟ بدبختی اینه که ما نیستیم. قربان بلایی مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن پسر باباش تصادف کرد ورش داشت برد اورژانس بیمارستان. بعد دکتر اتاق عمل اومد بیرون خیلی قیافه ناراحت، دست گذاشت رو شونه پسره، گفت خیلی برات متاسفم، باید این خبر بهت بدم که بابات حافظش رو کامل از دست داده، دیگه تو رو نمیشناسه. هر نفسی هم که میکشه تا آخر عمر درد میکشه به خاطر وضعیت ریش. قلبش هم یه جوریه که با هر ضربان قلبش یه دور تمام وجودش تیر میکشه و داغونه. پسر وارفت همینجوری داشت ناراحت میومد پایین، دکتر زد رو شونش خندید، گفت شوخی کردم، همون اول کار مرد. آیه دکتر تو این داستان کشتی مچمون رو بدجوری گرفتم وسط دریام که دیگه نمیتونی بزنی زیرش. اون عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که پلیسه جلو مشنگر که چراغ قرمز رد کرده بود گرفت، داشت جریمه رو مینوشت. مشنگه گفت سرکار تو رو جدت ننویس، جان مادرت ننویس. ندیدم والا. افسره گفت چراغ قرمز رو ندیدی؟ مشنگه گفت چرا؟ چراغ قرمز رو دیدم، شما رو ندیدم. ولی آیه دکتر در مجموع داستان خوب جمعش کردیم. داستان کشتی گریس یکو میگی؟ آیه دکتر شما دیگه لو ندین، اسمشو عوض کردیم گذاشتیم آدریان دریا. خب ببرم اونی که باید عوض میکردیم اسمش نبوده، تو هم عوضی گرفتی. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه اسمش اصغر حماقت پیشه بود. رفت ثبت احوال گفت تو رو جدتون این اسم رو عوض کنی، آبرو برام نذاشته، هر چی بخوام بهتون میدم، خیلی اسم ناجوریه. طرف ثبت احوالی نگاه کرد به شناسنامه، گفت راست میگی تفتی، عجب اسم ناجوری داری، اصغر حماقت پیشه، حق داشتی قشاکی بودی. خب حالا چه اسمی میخوای برات بنویسم؟ مشنگه گفت بنویس اکبر حماقت پیشه. روشن شد یا برفرستم ثبت احوال دنبال اسم تازه. آره دکتر ولی بالاخره مجبور شدن کشتیه رو آزادش کنن. تو حالت خوب هست یا نه امروزه؟ با خدمت و خالی برداشتیم امضا کردیم که دیگه از این غلطا نمی کنیم. با سربرگ رسمی تعهد دادیم
که تو هیچ کدوم از بندرهای اتحادیه اروپا نیش ترمز هم نمیزنیم. طوری شد که ناخدای کشتی گفت من دیگه سوار این کشتی نمیشم، طرف همونجا پیاده شد. یک هواپیمای شناسایی هم همینجوری داره بالای سر کشتی میچرخه که ببینه کیش باش سلام علیک میکنه. وضعیت اینجوری قرب برم الهی. آی دکتر خیلی دوست دارم دستم به گردن اون مشنگی که طراح فرستادن نفتکش با نفت قاچاق واسه سوریه تو این هیریویری که همه دنیا زون شدن رو ما بگیرم و صبر کن بینم، زیاد شلوغش نکن. دستت به گردن طراح این قضیه نمیرسه، بالاتر از یه حرفا. نه بابا. آره ببخشید مقام عضو، معذرت میخوام، با شما نبودم. این کشتی هم که قرار بود نفت قاچاق کنه، پول واسمون بیاره، خودش شد مایه دردسر. هم پولمون رفت، هم کلی امتیازهای گنده مجبور شدیم بدیم که از غلط کرده پشیمون بشی. یعنی این کشتی که قرار بود برامون کل پول در بیاره اینطوری وبال گردن پس چی؟ حکایت همون مشنگه است که مشکل روانی داشت، 10 جلسه رفت پیش روانشناس، انقدر پول ویزیتش بالا بود که الان هم مشکل مالی داره هم مشکل روانی. آی دکتر در مورد دعوای صادق ریزه، صادق ریجانی، بله، و حاجی یزدی، او محمد یزدی، این از اون بحثاست که همش از اول تا آخر خاک بر سریه واسه نظام. ولی لو نرفته. صادق ریزه گفته سینه من مخزن اسراره. اون مشنگ آخه شعورش نمیرسه. خب برمیگرده بهش میگن غلط کردی تو سینت نگه داشتی، 10 سال رئیس قوه قضاییه بودی که همینا رو محاکمه کنی، تو سینت نگه داشتی؟ او 63 تا حساب بانکی هم تو همین مخزن نگه داشته؟ نه، اینا اینجوریه که دزدیای خودشونو میذارن تو مخزن هم دیگه. ولی اجازه بدید آقای دکتر از پیامای خوش این سگ دعوا بگم. چطور مگه پیام خوشم داره؟ آره درسته که این دوتا تو دعوا سر ارث و میراث و مقام عظما استخونه هم دیگه رو جویدن و جای آباد واسه نظام نداشتن، ولی وقتی تو نظام الهی ما که سلامت دموکراسی و انسجام و وحدت و اقتداره اینطوری فک هم دیگه رو پیاده میکنن، دیگه ببینید تو نظامای غربی چه خبره. الکی نیست که میگیم به زود سرنگون میشن. یخ کنی با اون درک و دریافتای استراتژیکی کج و کوله قزمیت قرازت. آیا دکتر چرا مقام عظما تو بلا نسبت سگ دعوای دوتا رئیس قوه قضاییش ورود نمیکنه؟ تو سیرک هم بالاخره دوتا حیوان که به هم دیگه پنجون میکشن، این یارو لباس پلنگیه میاد با این شلاق میزنه زمین، اینا ساکت میشن. حتما باید جوار بزنیم تو کاغذ سربردار بنویسیم که اگه زورش میرسید، خب بدبخت بیچاره که اصلا این مشنگا رو لازم نداشت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن یارو چراغ جادو پیدا کرد، دست کشید روش، یک قبول گردن کلفت مرسیه کرد، از توش اومد بیرون، گفت بفرمایید سرور من. یارو گفت یه خونه شیک و خوب و ترتمیز میخوام. گوله گفت مشنگ، من اگه خونه داشتم که خودم 1000 سال تو آفتابه زندگی نمی کردم. روشن شد یا برفستم به دنبال قوله که تو آفتابه زندگی کنی یه مدتی. آیا دکتر یعنی شما میخواین بگین که مقام عظما اینقدر زوارش در رفته که نمیتونه هیچ کاری بکنه؟ من اصلا کلمه زوار به دهنم اومد ناکس. من دارم همین چیزی رو همینجوری پوشیده و سربسته میگم، تو همه رو میریزی بیرون.